دو، کلمه. کلمه مجموعه حروفی است که دارای معناست. در درس سابق گفتیم که هر لفظی که از دهن خارج شود و معنا داشته باشه او را به نام لفظ یاد میکنند و لفظ بر دو قسم است: لفظ با معنا و لفظ بدون معنا. لفظی که معنا داشته باشه او را به نام کلمه یاد میکنند و کلمه در زبان عربی به 3 دسته تقسیم میشه: اسم، فعل و حرف. و تا جایی که میدانیم در زبان عربی 12 میلیون کلمه است و این 12 میلیون کلمه به 3 دسته تقسیم شده: اسم، فعل و حرف. در هر جایی که شما و هر کلمه عربی را میخوانین از این 3 دسته خارج نیست. او کلمه حتما یا اسم است یا فعل است و یا حرف. پس اگر خواسته باشیم که اسم و فعل و حرف از هم جدا کنیم باید اسم به تمام معنا بشناسیم و علامات از او را بشناسیم تا ای که ما بتانیم اسم از فعل و حرف جدا بسازیم. در تعریف اسم گفته شده که یک کلمه مستقل و دارای معنای مستقل است که دلالت بر ذات میکنه و بدون این که مربوط به قید زمانی باشه. زمان یعنی ماضی، مضارع و امر. به این ترتیب اسم هیچ به زمان ارتباط نداره، مثل کلمه علم، عمل، سلمان، احمد، ما، سما، ارض و غیره. بعد از تعریف اسم با تعریف فعل میم و البته فعل هم باید به تمام معنا بشناسیم که فعل چگونه از اسم و حرف جدا بسازیم. در تعریف فعل گفته شده که کلمه است دارای معنای مستقلی، دلالت به وقوع حدث در زمان معین میکنه. زمان معین که ازمنه را علما به 3 دسته تقسیم کرده: زمان ماضی، زمان حاضر و زمان مستقبل. هر حدثی که بر این 3 زمان تعلق گرفت او را به نام فعل یاد میکنند، مانند کتبه یعنی نوشت در زمان ماضی، یکتبو یعنی در زمان آینده می نویسد و اکتب در زمان حاضر یعنی بنویس. کتب یکتب اکتب، شرب یشرب اشرب، ذهب یذهب اذهب، ذهب رفت، یذهب می رود، اذهب برو. و اما قسم سوم از این حرف است. قسم سوم کلمه. حرف کلمه است که معنای آن با اسم و فعل ظاهر می گردد. یعنی اگر ما حرف همراه اسم یا فعل یک جا نسازیم معنای از او ظاهر نمیشه. مثلا فی، علا، هر قدری که بگوییم هیچ معنای به دست نمیاد. اما حرف چیزی است که با اسم یک جا میشه و با فعل یک جا میشه و او را یا معنای از او را کامل میسازه و جمله را مستقل و جمله را با معنا میسازه. و اما کلمه جمله، یکی کلمه گفتیم، اسم گفتیم و فعل گفتیم و حرف گفتیم. جمله چیزی است که از این 3 کلمه ترکیب میشه: از اسم، از فعل و از حرف. بعض اوقات
دو اسم با هم یک جا می سازیم، مثل زید قائم، از یک جمله درست میشه. یا فعل همراه اسم با هم یک جا می سازیم، میگوییم که یقوم زیدون. یا ایست که حرفم همراه اسم و فعل و حرف با هم یک جا میکنیم و برایتان یک مثال میگوییم که ذهب محمد الى الحدیقه. در اینجا ذهب فعل است، محمد اسم است، الى حرف است و الحدیقه اسم است. یعنی محمد به طرف حدیقه یا بستان رفت.